در طول تاریخ انسان‌ها اسم سیل، زلزله و آتشفشان را بیشتر از سونامی شنیدند. اما تو این ویدیو متوجه میشید که سونامی‌ها تا چه حد میتوانند مرگبار باشند. آنها واقعا یک نیروی وحشتناک از طبیعت هستند. اما در طول تاریخ چند موج سونامی وجود داشته که به قدری بزرگ بودند درک اینکه به بلندای ساختمان‌های آسمانخراش میرسیدن واقعا سخت است. سلام بینندگان عزیز، خیلی خوش اومدید با یه ویدیوی دیگه از چنل فکت. امیدوارم تا انتهای ویدیو با ما باشید. در این ویدیو 5 تا از بزرگترین سونامی‌های تاریخ که رخ داده رو براتون بازگو خواهیم کرد. سونامی‌ها معمولاً توسط زمین‌لرزه‌های عظیم زیر آب ایجاد می‌شوند. زیر آنها مقدار زیادی آب را جابجا می‌کنند. اگرچه نوع دیگری از سونامی وجود دارد که ربطی به زلزله یا هر رویداد دیگر ندارد. به این نوع سونامی مگا سونامی می‌گویند. زمانی رخ می‌دهد که مقدار زیادی جابجایی در اثر اضافه شدن ناگهانی مواد به حجم زیادی آب ایجاد می شود. بیشتر اوقات این سونامی‌های بزرگ به دلیل یک زمین لغزش ناگهانی یا فروپاشی یک کوه یخ رخ می دهند. اما یک رویداد در تاریخ جهانی نه تنها یک مگا سونامی ایجاد کرد، بلکه 66 میلیون سال پیش بر کل سیاره تأثیر گذاشت. سیارکی که قطر آن نزدیک به 6 مایل یا 10 کیلومتر می رسید که در شبه جزیره یوکاتان برخورد داشت. این یک برخورد سیارکی عظیم بود که سونامی بزرگی را ایجاد کرد که ارتفاع آن به بیش از 100 متر می رسید و برخلاف هر چیزی که تا به حال بوده است، آن زمان یعنی حدود 66 میلیون سال پیش آن اتفاق رخ داده است. بلند و آنقدر سریع حرکت کرد که برخی از دانشمندان بر این باورند که موج تا شیکاگو، مونتانا یا حتی کانادا به داخل خشکی رسیده است. آسیبی که این سیارک به زمین زد فقط موج آن نبود، بلکه پایان گونه‌های گیاهی و از جمله باعث شروع عصر یخبندان و احتمالاً پایان دایناسورها بوده است. ژاپن یکی از فعالترین نقاط زمینشناسی است و در میان حلقه‌هایی از آتش واقع شده است. در این کشور تعدادی کوه آتشفشانی فعال وجود دارد که از جمله آنها کوه اونزان که شامل یک گروه آتشفشانی فعال متشکل از چند لایه آتشفشانی که از هم همپوشانی می‌کنند است. در نزدیکی شهر شیمابارا و ناکازاکی در جزیره کیوشو که جنوبی ترین جزیره اصلی ژاپن است و از سال 1990 فعال بوده است. زمانی که پس از چند سال از خواب بیدار شد، سپس در سال 1991 یک فوران آتشفشانی باعث جریان دردناکی شد که منجر به کشته شدن 43 نفر شد. اما این کوه آتشین پیشتر به دلیل تخریب آن شناخته شده است. در سال 1972 در آن سال منطقه تعدادی زمین لرزه را به خود ثبت کرده بود که ناگهان یکی از گنبدهای گدازه به اقیانوس فرو ریخت و باعث ایجاد یک سونامی بزرگ شد که جان بیش از 14,000 نفر را گرفت و هنوز هم بدترین آتشفشان ژاپن در نظر گرفته می شود. یکی از مواردی که این سونامی را به ویژه مرگبار کرد این بود که به استان هوگو در طرف خلیج آریاگه برخورد کرد و سپس به عقب برگشت و دوباره به شیمابارا برخورد کرد. گفته می شود که ارتفاع این امواج 330 فوت یا 100 متر رسیده است که باعث می شود موج آن به مایل‌ها دورتر برود و همه چیز را نابود کند. گفته می شود تلفات ناشی از این سونامی در سراسر خلیج نزدیک به 5000 نفر بوده است. معدود رویدادهای زمینشناسی در تاریخ وجود دارد که ثبت شده باشند، اما عده‌ای فوران کوه سنت هیل را دیده بودند
این فاجعه یکی از بزرگترین زمین‌لغزش‌ها در جهان بود که در نتیجه یک آتشفشان بیقرار بود که فوران شدید و منحصر به فردی به همراه داشت. فرو ریختن کامل دامنه شمالی منجر به یک جریان آتشبار عظیم شد، اما به نظر چیز دیگری از این فرو ریختن بیرون می آمد که در نوع خود فاجعه بار بود. از آنجا که این فاجعه فاصله کمی با دریاچه و کوهپایه داشت، آتشفشان با برخورد عظیم سنگ و خاک به دریاچه سونامی عظیمی ایجاد کرد که 860 فوت یا 260 متر بالاتر از سطح دریاچه بود. اندازه دریاچه تقریباً 2 برابر شده بود. این واقعاً یکی از نادرترین بلاهای طبیعی در طول تاریخ است. این دیوار عظیم آبی راههای زیادی را طی کرد و درختان و هر سازه‌ای را که در سر راهش بود فرو ریخت. اما با وجود 860 فوت آبی که با سرعت باور نکردنی حرکت می‌کرد، در نهایت ابرآتشین خاکستری که از آن خارج شد، کوهی از آب و خاکستر تشکیل شد که مخرب‌ترین جریان‌های گلی را ایجاد کرد که باعث مسدود شدن رودخانه‌ها و بر جای گذاشتن لجن‌های نفرت انگیز در پشت سد شد که ماه‌ها طول می‌کشید تا به مرور زمان خشک شود. اما بیش از 20 سال طول کشید تا دریاچه به وضعی برسد که در حال حاضر در آن قرار دارد. همانطور که در تصویر این فاجعه را می‌بینید، متوجه سونامی‌های داخلی دریاچه می‌شوید که عذاب خاصی را برای هر کسی که در زمان وقوع در مسیر این سونامی قرار گرفته به همراه داشته. اما این اولین سونامی داخلی نیست که 17 سال قبل در ایتالیا ثبت شده است. یک سونامی داخلی دیگر آسیب جدی به مناطق اطراف یک مخزن واقع در 100 کیلومتری شمال ونیز درست پس از جنگ جهانی دوم وارد کرد. ایتالیا تصمیم گرفت تعدادی پروژه ساختمانی از جمله ساخت پل سرنوشت ساز میراندای جنوا را که یک سدی آبی بود انجام دهد. اما قبل از ساخته شدن هشدارهای متعددی مبنی بر ناپایدار بودن کوه بالای سر آن دریافت کرده بودند. با این حال مسئولین اپراتورها علائم خطر را نادیده گرفتند، اما آنها به عنوان یک اقدام ایمنی تصمیم گرفتند سطح آب را در مخازن پشت سد پایین بیاورند. این اشتباهی بود که در 9 اکتبر 1963 برای آنها گران تمام شد. یک زمین لغزش عظیم صخره‌ها را همراه با درختان و سنگ‌های کوچک و بزرگ به داخل سد فرستاد که باعث موج عظیمی از آب به ارتفاع 250 متر به بالای سد شد. در نتیجه باعث نابود شدن دره و روستاهایی که بر سر مسیرش قرار داشتند شد. این سونامی با نیرویی که ظاهراً قدرتمندتر از بمب اتم بود، به نوعی هوا را جابجا کرد. زیرا اکثر افرادی که در مسیر این سونامی قرار داشتند جان خود را از دست دادند. حدود 80% از آنها در روستاهایی که امتداد این سد قرار داشتند زندگی می‌کردند. حدود 350 خانواده به طور کلی نابود شدند. تحقیقاتی که بعداً انجام شد مشخص شد که رانش زمین همراه با پایین آمدن سطح آب و بارندگی زیاد باعث شد که کوه توان مقابله با آن را نداشته باشد و در نتیجه این اتفاق تلخ و ناگوار برای آنها افتاد. تصور بعضی از سونامی‌ها شاید برایتان سخت باشد که ارتفاع برخی از آنها به اندازه یک زمین فوتبال باشد یا حتی طولانی‌تر و همین باعث تعجب انسان می‌شود که آیا ممکن است یک سونامی به هزاران پا برسد و دقیقاً چه مقدار نیرو لازم است تا چنین اتفاقی بیفتد. در کل افراد کمی به این موضوعات باور دارند. شاید بزرگترین سونامی که تا به حال ثبت شده است قطعاً این سوال را برطرف کند. در سال 1958 در خلیج لاتویا رخ داد که یک آبدره آرام در آلاسکا در یک شب آرام و خنک زمین لرزه شدیدی منطقه را لرزاند.
که منجر به سقوط بیش از 30 میلیون متر مکعب سنگ به داخل آب شد که باعث شد سیلابی از آب به آسمان پرتاب شود و موجی هیولایی را تشکیل دهد. وقتی میگوییم هیولا، منظور این است که این موج تقریباً 520 متر ارتفاع داشت که از میان آب دره عبور کرد و تمام درختان و پوشش گیاهی که در امتداد دامنه بود به کلی نابود شد و تمام درختان را از ریشه کن کرد و با خود برد. اگرچه این موج فقط 5 نفر را گرفت و تنها به این دلیل بود که منطقه بسیار کم جمعیت بود. تو این ویدیو فهمیدیم که سونامی ها در اثر رانش زمین و یا غیره تا چه حد می توانند مرگبار باشند، هنگامی که توسط زمین لرزه‌ها تحریک